علم رهزن نیست، رهبره، چه مرد چه زن. تعقیبات نماز ظهر حضرت صدیقه طاهره رو ببینید. حضرت فاطمه زهرا میگوید که بار الها من شکر میکنم تو رو که در هیچ مرحله قرآن توقف ندارم، میفهمم، بالا میام، مرا به اسرار قرآن آشنا کردی. این جناب فاطمه زهرا، جناب فزه خانواده‌ای بود، پدرش یکی از امرای عصر، سرمایه‌داران، اسبدار. خانم دنبال علم می رود، آمده به پیشگاه حضرت صدیقه طاهره پرسان دنبال علم، تا آمده به خدمت حضرت صدیقه طاهره خواسته های خودش رو گفتن. این خانم که چیزا میدونه زانو زد و گفت من خدمتگزار شما، من خدوم خانه شما باشم و به من علم یاد بده. و در خدمت بیبی مونده. بیبی چه کرده؟ بیبیش دیگه. امام شاطر فرمود جده من لیلة القدره. لیلة القدر بود فاطمه زهرا. از این لیلة القدر 11 قرآن ناطق نازل شده. مادر 11 امام، 11 حجت خدا. حالا که مگه این خانم گفت من باشم در خانه شما، کار خونه شما رو به عهده بگیرم که روز به من علوم معارف تعلیم کنی؟ بیبیشون رو پذیرو، درس علوم معارف بهش داده، اما در کار خونه فرمود نفذه. میخوای اینجا از من تعلیم بگیری، یک روز شما یک روز من کار خونه، نوبت یک روز شما یک روز من. به اون صورت خیلی یک روز شما یک روز من کار خونه را قبول کردی، بفرمایید به شما علوم معارف و شد جناب تو.